روز شما بخیر بینندگان ارجمند. این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است و در 15 دقیقه دیگر شما را با چند تحولات تاجیکستان و جهان شناس میکنیم. امروز دوشنبه 20 ایول است. حالا عنوان موضوعی که برای این نشر آماده کرده ایم. ذوقی سعید امینی، خبرنگاری که 4 سال عمرش را در پشت پنجره‌های زندان سپری کرد، بعد آزاد شدن درباره احساسش گفت: یک اماکدارم پیش خونه رفتم. اول مرا خبر بعد مقامات در تاجیکستان راه‌های از بین بردن پرداخت حتمی 100 سامانی برای راننده‌های تاکسی را بررسی دارند. زمینه جورا هست 100% با کار درآید، ما علاقه به فایز میگذاریم. گرمی طاقت فرسا در تاجیکستان مردم را به تنگ آورده است. هواشناسان هشدار می‌دهند که احتمال از این هم گرمتر شدن هوا وجود دارد. بر اساس قانون عفو بعد 4 سال حبس 2 خبرنگار تاجیک از زندان آزاد شدند. ذوقی سعید امینی 43 ساله و عبدالستار پیر محمدزاده 48 ساله که سال 2022 به 7 سال زندان محکوم شده بودند، روز شنبه از محبس آزاد شده به نزد عائله‌هایشان برگشتند. مقامات هر دوی آنها را سال 2022 به همکاری با گروه‌های ممنوع متهم کردند، اما خودشان گفتند که هیچ گناهی نکردند. ارشاد سلیمانی و امیر عیسی با ذوقی سعید امینی صحبت کردند و نخست از احساسش در ساعت‌های اول آزادی پرسیدند. فکر میکنید که در یک دنیای دیگه آمدی؟ فکر میکنید که در یک کشور دیگه بودی؟ چون لحظه اول است، هیجانم شاید زیادتر است، گپم شاید بعضی گپ‌های باشد که بعدتر در خیال میاد. داده هم میره. بله، انشالله اینجا یک کلان سالا در این زندان بودن من، یک عمام از دنیا گذشت، یک عمکم از دنیا گذشت. یعنی اولین تصمیم همین بود که یک عمای دیگه و یک عمک دارم پیش خونه رفتم. اول مرا خبر بعد خب البته درباره شرایط زندان نمی‌پرسیم چون زندان است. ولی در هر صورت مناسبت رفتار چطور بود؟ الحمدلله بد نبود. اصحاب که شاید که ما را میشناختن الحمدلله. بعد ما هم در اینجا در کلوب فرهنگی که در کلوب فرهنگی مؤسسه اسلامی که همکاری میکردیم، کار میکردیم، من دلیل مالی از همین سبب شاید بسیار احترام میکردم. یعنی شما گفتید میخواید که نسبت به بعضی شما مناسبت خاصی؟ بله. در محبسی که شما بودین چی کسای دیگه از روزنامه‌نگارا و اهل ایجاد و اینجا با ما اکا احمد ابراهیم بود، دلیل مالی در اینجا است، عبدالله غربتی در اینجا است، خوشام غلام فنی خوشروز هم اینجا است، جمعه خوشروز. بعد اکا عبدالقادر رستم در اینجا است، نویسنده روزنامه‌نگار. اکا عبدالخلیل است. چه سالش یگان چی کم شد یا نه؟ از اکا عبدالقادر رستم به فکرم ما داشت، به فکرم مورد عفو تطبیق نشد. از اکا احمد ابراهیم 3 سال، از دلیل مالی 3 سال، از عبدالله غربتی 3 سال و از خوشروز که ما داشت دیگه بود 1 سال مولد اجازهشون کم کرده شد. یعنی بعد 5 ماه ان شاء الله عبدالله هم به آزادی میبره. لحظه که شما به اصطلاح در دادگاه سود میشدید شما گفته بودید که من بیگناه است، ولی که مثلا 4 سال و 10 روز 6 دیدین عفو شدید. از این نظرتون چی؟ خب ما گپی میگفتگیم اون یعنی گفتیم نسبت اینه که نسبت پروندهمون طریق خود با عزمین مؤسسه اصلاحی با پروکوروری به نام پروکوروری گنرالی در سال 2023 با طریق خود راهبر ریاست اجرایی جزا مکتوب روان کردیم نسبت پروندهمون که دیده برآمده شود و بعدا طریق امبودسمن امید بابازاده هم باز یک مکتوب دیگه پروکوروری گنرالی باز روان کردیم نسبت پرونده بود. متاسفانه با هم پرونده یعنی هم جواب اومد که دلیل تصدیق چه افتادی. نقشتون چی است؟ با کار زمانی برمیگردین، ساحه را ترک میکنین؟ درستی میگم که من هیچ گفتن من نمیدونم. من نه یک فضا را دیدم در کار. فکر میکنم با یکم صاحب کاری مشغول شدن خوبتر است. فکر میکنم. مقامات تاجیکستان میگویند بررسی مسئله از بین بردن باج حتمی 100 سامانی از رانندگان تاکسی در دوشنبه ادامه دارد.
در پایتخت تاجیکستان که حالا نقلیات اساسی برای اکثریت تاکسی است، یک سال اخیر شکایت از رانندگان زیاد به گوش میرسد. آنها از آن ناراضی‌اند که صرفی نظر از درآمد روزانه آنها را مجبور کردند هر روز مبلغی 100 سامانی را به شرکت جوره تاکسی سپارند. این گزارش را هم همکارانم ارشاد سلیمانی و امیر صایف تهیه کردند. با کاهش شرکت‌های تاکسی در دوشنبه و جاری شدن پایگاه جوره در اینجا، شکایت و تنقید مشتریان به مراتب زیاد شد. اما وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم میگوید اصلاحات شرکت‌های تاکسی به نزدیکی پایان یافته و از بهتر خواهد شد. در همون پلتفرم جوره همین خیلی است که اگر راننده تاکسی 4 بار رد کند از کار رانده میشه، یعنی درخواست است. برای همین حاضر کاربری رفته شده است که همین رو ما در شکل معیار معاصر زمانوی جا کنیم. تا 2 سال پیش در دوشنبه نزدیک به 10 شرکت تاکسی وجود داشت و مشتریان و راننده ها عمدتاً راضی بودند. پس از یک اصلاحات از سوی شهرداری دوشنبه، بازار تاکسی در اختیار 4 شرکتی نو گذاشته شد. اکنون خواهشمندان نمی توانند با تلفن تاکسی سفارش دهند و رانندگان قطع نظر از درآمد مجبورند هر روز به شرکت ها 100 سامانی بپردازند. برخی راننده ها پیشتر به رادیو آزادی گفته بودند که پرداخت اجباری برایشان خیلی گران است. 100 سوم پول کار کنی نکنی مقصد هم 100 سوم پول میسپاری. همین ما در همین تاکسی که حوزی بسیارش تقریبا 70% اینمی راننده هایی که مقصد حوزی در شرکت کار میکنن همین 70%ش ای بانک پول گرفتگان کردیت های زورشون میآید. ولی شایسته سید مرادزاده معاون وزیر نقلیات میگوید با شرکت ها به سازش رسیدند که پرداخت حق شرکت دیگر 100 سامانی مجبوری نباشد. زمینه جوره ها 100% به کار درآید. این خودی پیشنهادی هم شرکت جوره بود و هم شرکت های تاکسی. اینو میگن 100% پرداختی که به کار درآمد ما علاقه به فایز میگذاریم. بنا به اطلاع وزارت نقلیات تاجیکستان در حال حاضر در شهر دوشنبه 4 شرکت تاکسیرانی 12,000 تاکسی دارند. خود تاکسیران ها میگویند آمار واقعی به مراتب بیشتر است. هرچند وزارت نقلیات مسئول تنظیم صفت کار و نقلیات در کشور است، اما فعالیت و خدمت رسانی شرکت های تاکسی را در دوشنبه شهرداری پایتخت به اختیار خود گرفته است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. نیروهای آمریکایی اینک روز نهم است که حمله‌های هوایی به ایران را ادامه می‌دهند و روز دوشنبه ارتش جمهوری اسلامی هم در پاسخ به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای عربی ضربه زدند. با شدت گرفتن حمله‌ها، نگرانی‌ها از وضع کشتیرانی در گذرگاه هرمز، یکی از راه‌های مهم تأمین بازارهای جهانی با نفت و گاز، افزایش یافته است. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز دوشنبه گفت با موشک‌های بالستیکی هواپیماهای آمریکایی را در فرودگاه عقبه اردن هدف گرفته و تأسیسات و پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت و سوریه ضربه زده است. در بحرین بانگ خطر را به کار انداختند و ارتش کویت گفت پهپادهای ایرانی را در هوا رهگیری و نابود کرده است. با وجود سازشنامه آتشبس موقتی در یک ماه پیش، حمله‌های متقابله آمریکا و ایران به یکدیگر ادامه دارند. فرمانده مرکزی نیروهای مسلح آمریکا در یک بیانیه گفت که حمله‌های نو را با هدف ضعیف کردن توانایی ایران در حمله به کشتی‌های تجارتی آغاز کرده است. خبرگزاری تصنیم ایران گزارش داد موشک‌های آمریکایی صبح دوشنبه به چند از شهرهای ایران برخوردند. صدای ترکش‌ها در تبریز، چابهار، بندر ماهشهر و بندر امام خمینی شنیده شده است. مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت تا زمانی که ایران به کشتی‌های تجارتی حمله می‌کند، ضربه‌های آمریکا به جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه همچنین خبر داد که 2 کشتی نفتکش هنگام گذشتن از راه ناامن جنوبی هرمز آسیب دیده از حرکت ماندند.
تنگی هرمز یکی از مهمترین راههای تامین بازارهای جهان با نفت و گاز مایع است و 20% از آن مواد سوخت مهم کشورهای خلیج فارس از این راه می‌گذرد. ناآرامی در اینجا و خللدار شدن حرکت کشتی‌های نفتکش قیمت گاز و نفت را در سراسر جهان بالا برد. نظامیان آمریکایی همچنین گفتند که یک سرباز آنها روز شنبه در شمال عراق هنگام خنثی کردن بمب پهپاد افتاده ایرانی به هلاکت رسیده است. قبلا ارتش آمریکا خبر داده بود که 2 سرباز آنها در اردن کشته شدند و سومی بی‌درک است. در نتیجه جنگ دو طرف که روز 28 فوریه و با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و با هدف از بین بردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران آغاز یافت، هزاران نفر اساساً در ایران و همچنین در لبنان کشته شدند. و در ادامه همین مناقشه بین المللی یک خبر از دوشنبه، مقامات در دوشنبه بازداشت یک شهروند 33 ساله تاجیکستان را با اتهام جاسوسی در اسرائیل پیگیری داشتند. وزارت کارهای خارجه میگوید برای تصدیق هویت و شهروندی شخص گمانبر توسط راههای دیپلماتی با مقامات اسرائیل تماس گرفته است. دفتر مطبوعات وزارت در یک جواب خطی به رادیو آزادی گفت که منتظر پاسخ رسمی جانب اسرائیل هستند و تا حال نسبت به دستگیر شدن شهروند به آنها یگان معلومات رسمی دسترس نشده است. خدمات امنیت اسرائیل روز 2 ایول گفت یک شهروند تاجیکستان و روسیه را با اتهام جاسوسی به نفع ایران بازداشت کردند. با گفته مقامات اسرائیل، بهروز صابرجان که او را بهروز دودوبایف هم مینامند، با خدمات اکتشافی ایران درباره مکان رسیدن موشک‌ها ساحل‌های حیفا و یک مؤسسه نظامی اطلاع جمع آورده فرستاده است. سنجیدن درستی این اتهام به واسطه منابع مستقل فعلا امکان ندارد. رسانه‌ها و دادستانی و دادگاه اسرائیل درباره موقع شهروند بازداشت شده تاجیکستان تا حال چیزی نگفتند. در تاجیکستان که گرمی طاقت فرسا تا به مرز 45 درجه رسیده است، مردم خود را به هر جای سردتر میزنند تا از این هوای داغ دورتر باشند. اما در همین روزهای گرم بنابر به احتیاطی موردهای غرق شدنی به خصوص بچه ها بیشتر می شود. علیشیر ظریفی در این باره و هوای گرم روزهای آینده گزارش می دهد. شیرافکن ساکنی نویه پرخور میگوید روزهای آخر حرارت هوا در این گوشه ولایت ختلان بالا رفته کارو زندگی را مشکل گردانده است. این است که او و همدیگانش برای خلاصی از گرمی طاقت فرسا خود را به لب رود و جویبار میزنند. برای که ایسوات 10 روز گرمی تا 40 درجه را میخیزه، دیگه نه حرکت در اگراتکاری میکنی نه حرکت در کارخانه میکنی، مجبوری که بیای در لب او خط سلخین کنی در سویا. لب او نسبت ای دیگر جو سلخین تر ای. این روزها گرمی هوا در منطقه کلاب از 40 درجه بالاست. مسئولان آژانسی هواشناسی تاجیکستان هشدار دادند که چنین وضع احتمال تا 21 ایول ادامه کند. از مردم خواسته شده است که از ساعت 11 روز تا 4 بیگاه در زیر آفتاب نایستند. هر روز صدها نفر در منطقه کلاب برای آببازی به ساحل این رودخانه می آیند. کودکان نیز هستند و زنان و مردان هم. تقریبا یک هفته می شود که خیلی گرمی میکنه، چیز بالا میکند. چیزی که شما میبینین همینجا آدم ها بیسور تقریبا همین یک هفته زیادتر شد چیز بالا خلاصه گپ کنم پسترین همینجاییم. مقامات هشدار دادند که مردم به ویژه کودکان هنگام آببازی در رودخانه ها احتیاط کنند تا غرق نشوند. ساکنان در منطقه کلاب میگویند یکی از سبب‌های اساسی رو آوردن آنها به رود و نهرها نبودن حفظ‌های شناوری است. در یک آگاهینامه اداره حالت‌های فوق‌العاده در ولایت ختلان گفته شده است که حرارت در بعضی از منطقه‌ها تا 46 درجه خواهد رسید و این حالت احتمال آمدن سیل را بیشتر گردانده است. منبع گفته است در حوض‌های دریاهای پنج، زرافشان و وخش بلندشوی سطح آب در نظر است و بنابراین از مأموران نجات خواسته شده است که به هر وضعیت آماده باشند. اما تنها گوشه‌های تاجیکستان نیست که مردم از گرما راه نجات می‌جویند. در ازبکستان به دلیل گرمای طاقت فرسا موقتاً در کودکستان‌ها را بسته و حرکت ماشین‌های باربر را محدود کردند. بینندگان ارجمند، در همین جا 15 دقیقه برنامه اخبار آزادی هم به پایان می رسد. فکر و نظرهای خود را درباره این برنامه و دیگر مطالب رادیوی آزادی حتما نویسید.
ҳамкорони мо пайгирии хабару гузоришҳои муҳими рӯзро идома медиҳанд. ҳамаи хабару гузоришҳои радиои озодӣ дар сомонаи мо дастрас аст ozodi.org. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам дар хидмати шумо ҳастанд. Instagram, Facebook, TikTok, Telegram ва YouTube. ҳамаи ин саҳифаҳо ҳам ба шумо матну видео ва акс аз ҳодисаҳои рӯзро тақдим мекунанд. ёдовар мешавем ки шумо ҳам метавонед дар огоҳ кардани дигарон дар бораи хабарҳои муҳим саҳмгузор шавед. агар шоҳиди ҳодисае шудед ба мо матну аксу видео фиристед ва мо бо шумо дар тамос мешавем. то ин лаҳзаҳо аз мо ҳамин. то фардо худо нигаҳбон.